با دقت کف دست شما نگاه میکنید. هیچی خلالتون نمیرسونه. آهسته آهسته به دنیای باطنی وارد میشوید. چون به دنیای باطنی خود وارد میشوید، شما میدونید که حسیات دارید، احساس دارید، فکرها دارید، پیش نظر دارید، فراست دارید، ادراک دارید. شما میدونید که شخصیت دارید. هر یک از من خودش دارد. شما میدونید طبیعت دارید، آتش، هوا، آب، خاک که سریشت ما، یعنی سریشته شده است. رشته یعنی رشته بدن ما از رشته نور آفتاب، از رشته نور آب، از رشته نور خاک و از رشته نور هوا است. این 4 عنصر در بدن ما سبب آن شده است که این تنه ما پیدا شده است. وقتی که خداوند نور محمد درود و سلام بر او آفرید، گفت برو نزد این 4 عنصر که من آنها را آفریدم و تو با همینها به دنیا ظهور خواهی کرد. یعنی که روح نور محمدی با واسطه انا همین 4 عنصر ظهور کرد. ما هم روح ما و شما که از نور محمدی ساخته شده است در همین 4 عنصر ظهور میکند. البته ما و شما داریم در باطن خود روزنه به کیهان، به عرش خدا که آن در داخل روح است و روح باز چند نمونه است. روح تنگی یعنی رستنگی، روح حیوانی، روح آدمی، روح انسانی، روح فرشتگی و البته روح کیهان و آن ذره‌ای که ما از خداوند در خود امانت داریم. چشمان خود بپوشید و به باطن خود وارد شوید. بسیار مهم است. بسیار مهم است که شما درک کنید، بفهمید که شما انسان هستید. انسان کیست؟ آدمی که معرفت دارد. همه آدم بودن می توانند ولی نه همه انسان شدن می توانند. برای اینکه انسان بودن و مقام انسانی را گرفتن، باید البته وجود خود را تازه کرد، پاک ساخت. از هر گونه کسلی و هر گونه حسیات‌های ناراحت کننده یا از هر گونه احساس و فکرهایی که در سر شما تاب میخورند. پناه به سوی خدا میطلبیم. با نام خدای مهربان سر میکنیم. با نیت شفا میشینیم. خود را در بین معینه سر گرفته اول از فلسفه‌ای که پیشوای ملت ما دارد سر میکنیم، یعنی فلسفه شکر. منتدار باشید از آن که زندگی دارید. منتدار باشید از آن که حیات دارید. منتدار باشید از آن که وطن دارید و تنج و امنید. منتدار باشید از آن نانی که امروز خوردید، از آن نفسی که گرفتید. منتدار باشید از آن روشنایی که امروز آفتاب می باشد. شکر کنید، از دل خود گذرانید. برای آن که ما و شما نعمت صحتی را بگیریم، ما باید منتدار باشیم. کلید کشایش را در خود داشته باشیم. داده شود با حالتی که شما را فرا میگیرد. حالتی است حالت عجیب، حالتی است حالت آرامی، آسودگی و حالت مخصوص معینه سر. آواز ما را نغز میشنوید و با آواز ما شما به دنیای باطنی خود وارد میشوید، چقرتر و چقرتر. و حالا شما چیزی را که حس میکنید، این اول آن است که شما خودتان را میشناسید. بشناسید خود را. مقام خود را، منزلت خود را بدانید.
که در شما قدرت عظیم رست است. در شما قدرت عظیم جابجا گذاشته شده است. بسیار اقتداری بلند دارید که می توانید صحت باشید، سالم باشید، خوشبخت باشید، به وطن و خلق و نزدیکان خود خدمت کنید و شما در آخر عمر خود با برکت که زندگی کردید میگویید من توانستم زندگی کنم که از آن راضی هستم. داده شود به آن حالتی که شما را فرا میگیرد. حالت آرامی است، حالتی که بدن به حال خود گذاشته شده است و بدن در این حالت خودش را تبابت میکند، قوت میگیرید، روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگیرید و در این حالت داروهای خود بدن حاصل میشه. داروهای صحت کننده، داروهایی که گزک و وسپلین یا هر گونه التهاب ها را برهم میزنند، داروهایی که وقتی شما را خوش میکنند، بدن شما را قوت میدهند، عقل شما را روشن میسازند. در این حالت تمام حجره های شما درک دارند که من صحت شده ایستادم، صحتی آمده ایستاده است و همه آنها، همه رگ و پیوند و 100 تریلیون حجره‌ای که در وجود و سرشت تو هست امروز به صحت کنی خود سر کرده است، امروز به تازه کنی خود سر کرده است. حالا شوید به آن حالت، بدن را به حال خود گذارید. چون بدن به حال خود گذاشته شد، آن وقت بدن خودش با واسطه قوای مسئولیت یعنی ایمونیتت، با واسطه از نوسازی، با واسطه برقرارسازی و با واسطه داروهای خود را درست و صحت میگرداند. این شای خدا. و داروهای حاصل میشن که وقتی ما و شما را خوش میکنند، فکرهای ما و شما را نیک میکنند و آینده ما و شما را نحس. فقط شما در بین معینه سر باشید و مشاهده کنید. بدن خود را به حال خود گذارید. نرم کنید. درست باشید. باور کنید خداوند با آفریدن بدن ما و شما یک گوشت و پوستی زیادتی رو نالازم را نآفریده است. یک مکانیزم آفریده است که اگر آن را درست به کار اندازیم در وجود ما و شما یگان چیزی ضرر آور کسلمند نمیماند. فقط بدن را باور کنید. بدن ذخیره های بی انتها دارد. آنها امروز به خون پرتافته می شود. آن ذخیره هایی که جبران میکنند، آن ذخیره هایی که مطابق میکنند، آن ذخیره هایی که ضد استرس، ضد اذیت ها داروها میبرند، آن ذخیره هایی که سبب عمر درازی، سبب بهبودی زندگی میگردد و شما امروز به این باور دارید چون که بدن شما امروز یک بدن عادی نیست، یک بیومکانیزم نهایت مرکب است که با کار و صحت کنی و آرامی و آسودگی سر کرده است. دم گیرید هم تن شما و همراه شما. در زبان دل خود کلمه سلامتی را تکرار کنید. سلامتی چیست؟ تن بی درد که آهسته بدن داروهای بی درد کننده حاصل کرده بی درد می شود. سلامتی چیست؟ وقتی خوش در این حالت داروهای وقت خوش کننده، طبع را خوب کننده و قوت دهنده حاصل می شود. سلامتی چیست؟ فکرهای سازنده، فکرهای موقع ساز، فکرهایی که عاید کسب و زندگیتان هستند و روز تا روز زندگی شما پیشرفت و کسب شما صیقل می‌یابد. مردم از آن برکت میگیرند و شما از آن رزق و روزی پیدا میکنید. این شای خدا. سلامتی چیست؟ سلامتی پیش نظر تازه که همه وقت شما آینده خود را نیک میبینید، آینده خود را حالا میبینید. بعضی شما میتوانید صحتی خودتان، آن کسب، آن هنر، آن آرزو و هوس و هدفی که دارید در پیش نظرتان روشن شود. سلامتی چیست؟ این خانه تنج و امن، خنده‌ای که در آن صدا می‌دهد، چهره‌ای که با تبسم است. سلامتی چیست؟ این طبیعت معتدل، آتش و آب و خاک در تو بسیار معتدل است، برابرند. سلامتی چیست؟ این البته تقدیر نیک. اکنون این چیز را در معینه سر خود بسازید.
ببینید آن را چی میخواهد. و این را دعا کنید، یعنی از دل گذرانید، به زبان دل خود بگویید. دعای نقشه پروژه‌ای هست که به شعور کیهان سپاریده می شود و برای عملی کردن آن فرشتگان با فرمان خدا و تصدیق او می کوشند. ما روز تا روز حس میکنیم که آن مقصد و مرام‌هایی که در پیش میگذاریم که نیتشان نیک است، صحتی است، خوشبختی است، خدمت مردم است، تنجی و امانی است و عمر با برکت است، عملی شدن میگیرند. این شای خدا. چقدر خوب و نغز نشستیم. دعای ما مانند یک نوری که سرعتش خیلی زیاد است می رود به عرش و صدا می دهد و عملی می شود. این شای خدا. و روز تا روز می بینیم که بهتر خوبتر شده ایستادیم. علامت های صحتی رو در خود می بینیم و هدف های خود نزدیک شدن می گیریم. قوت ما زیاد وقتی ما خوش، فکرهای ما نیک و سازنده، گشایش کار داریم. گویا که یک مشکل کشا کرده باشیم. هر بگاه بعد شام اسکوت تکرار میکنید، ما شما را فکر میکنید و شما سخنهای ما در یادتان است و روز تا روز شما بهتر شده هر وقت خواهید سکوت میکنید. مردم به صحتی و سالمی دعوت میکنید. روز تا روز صحتی و سالمی در اطراف شما زیاد میشود. آن جمعیت را فرا میگیرد. مردم زیاد صحت و سالم گشته زندگی بسیار خوب و گوارا میبرند که شکرگزارتر میشوند. خوشبختی لباسی است که ما امروز او را پوشیدیم و آن در وجود و هستی ما عملی می شود. هیچ کس نمی تواند خوشبختی ما را بگیرد تا آنکه خدا نخواهد و هیچ کس نمی تواند ما را خوشبخت کند اگر خدا نخواهد. امروز در کیهان، شعور کیهان و ما نظر دارد و ما نوری را از وجود خود گذراندیم، تازه شدیم، روشن شدیم. بدن به صحت کنی خود سر کرد. ما قسمی از جمعیت و قسمی از طبیعت هستیم. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. سبک و روشن و دم گرفته و خرسند به درد سالم. خواب بینی که با شما خبری خوش در خوابهایتان میاد. صحتی رو میبینید و حتی مردم میگویند و بهترین واسطه تبابت است. آهسته آهسته چشمان خود را میگشایید.